به هدف از این آمدیم که امروز گفتن بایومتریک میشه معلمین و سیم کارت افغان بیسیم برشان داده میشه به خاطر سهولت معاششان که معاش گرفتنشان به صورت آسان شود. ما از طریق کابل بانک ماشای ما را میگرفتیم. دفعه اول خب ماش گرفتن نمیتونستیم، بسیار ازدحام و بیروبار می بود. بعدا اگه میرفتیم خصوصا روزی که پلیس ماش میگرفت بر ما بسیار مشکلات زیاد بود و هر لحظه احساس خطر میکردیم خدای نخواسته که دان انفجار چیزی نشه ما به کدام مشکل مواجه میشیم. به نظرم 1% مقدار وزن میشه 100 افغانی و ماش وزن میشه دیگه. ما پرسان میکردیم میگفت چیزی که برتون حواله شده. خوب گپ است اگر از طریق مکتب بیا غرفه برای ما بانه ماش خود بگیریم بخی برای ما خوب است و در غیر از در ساحه مکتب ما در نزدیکی خانه باشه برای معلمین سهولت باشه وقتی ضایع نشه. بسیار خوب است. تعداد معلمین کلی اولاددار است و مشکلات زیاد مواجه است. ما از طرف شرکت افغان بیسیم به خاطر راجستر شدن اینجا ما را خواسته بود به مکتب آمدیم. ما از طریق نوع کابل بانک ماشای ما را اخذ میکردیم. مشکلات یک اندازه مشکلات بود که وقتی ما میرفتیم یک ذره بسیار ازدحام بود بیروبار و دیگه ای که خصوصا در سال نو بسیار به ترس و لرز بودیم به حساب انتحاری و این گپا.